درود بر شما، درود بر مخاطبین ما در کافه خبر، کیمیانیوز و آپارات. مقوله‌ای که میخوایم صحبت کنیم درباره این که ما میتونیم با روابط عمومی خودمون، با رایزنی که با برخی از سفارت‌ها در تهران داریم، میتونیم در عرصه فرهنگی هنری، به خصوص در عرصه هنرمندان توانمند و توانیابی که داریم، میتونیم جاپاهای بزرگ و پررنگ و درخشانی رو برداریم. دیری نیست که گپ و گفتایی رو با محمد فرزوقی داشتیم، هاجر فلاح داشتیم. در این بین اومدیم آشنا شدیم با یک عزیزی که رایزنی میکنه در سفارت‌های ایران و دیدید که در سفارت کوبا ما موفق شدیم یک نمایشگاه پورتره داشته باشیم از فیدل کاستروی فقید. در این بین دعوت کردیم از کسرای عزیز که باعث شدن هاجر فلاح در اونجا بدرخشه، حتی توسط رئیس جمهور کوبا هم مورد تقدیر و تجلیل قرار بگیره. کسرا درود بر شما، یک معرفی لطفاً مخاطبین بشناسن شما را، بریم به موضوعات مهمتری امروز بپردازیم. سلام، خیلی خوشحالم، تشکر ویژه دارم از آقای دکتر جاویدپور عزیز که محبت کردن و بنده رو دعوت کردن در این مجموعه تا گفتگو داشته باشیم و برای عزیزان در این رابطه توضیحاتی رو داشته باشیم که این اتفاقاتی که افتاد به هر حال یک روند درمانی رو دنبال میکنه که ما این روند درمانی رو از محمد فرزوقی و مادرشون آموزش دیدیم و یاد گرفتیم از خود ایشون که باب آشنایی حضرت عالی از این طریق بود. محمد، من وقتی با مادر ایشون صحبت کردم، محمد فرزوقی، مادرشون فرمودن که محمد افسردگی شدید داشت و 15 سال از خونه بیرون نمی اومد و گریه می کرد و احوال ناخوشی داشت و همیشه احساس کسالت می کرد، تا روزی که با کمک یک سری نیروهای مختلف که مشخص نیست، هنوزم معلوم نیست که از کجا، ولی محمد موفق میشه که فرهاد مجیدی، آقای فرهاد مجیدی، فوتبالیست برجسته ایران رو ملاقات میکنه و فرهاد مجیدی ایشون رو دور ورزشگاه ویلچرش رو هول میده، میچرخونه و باهاش ارتباط برقرار میکنه و از اون روز مادر محمد میگه که محمد شروع میکنه به تغییر کردن، که الان محمد دیگه یه شهره شناخته شده است. یک هواداریه در جمع آبی پوشای پایتخت میگه به من محمد تاجی بگید. یه دونه گوگل ساده انجام بدین شما آقای فرزوقی رو میتونید بیابید. از اون طریق ما با شما آشنا شدیم و باعث افتخار بود. کیمیانیوز و کافه خبر آپارات همیشه من دنبال میکردم و ارادتمند هستم که به هر حال دوستانی وجود دارن که انقدر نگاه ویژه دارن نسبت به این موضوعشون. هنر بچه‌ها دقیقاً اون مطلبیه که نکته کلیدی زندگیشونه. این میتونه بستر ورود اونا رو به اجتماع فراهم بکنه تا از لحاظ مالی به قدرت برسن و بتونن خودشون مایحتاجشون رو فراهم بکنن، مثل ویلچر، مثل همه وسایل توانبخشی میتونن سفر بکنن. دوستانی که بخوان کمک بکنن میتونن شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های گردشگری در حوزه تسهیل گردشگری برای افراد دارای معلولیت، شهرداری‌ها و تمام عزیزانی که میخوان کمک بکنن تا بستر فراهم بشه برای گردشگری برای این افراد، میتونن خیلی کمک بکنن در این زمینه، در زمینه فروش آثار بچه‌ها. چون من به این نتیجه رسیدم که یعنی دقیقاً درسته که هیچ ترحمی نسبت به آثار بچه‌ها انجام نشه مگر به صورت کمیسیون، هیئت ژوری در رابطه با اون شرایط خاص که بگن یک شخصی که خب به هر حال 1% از معلولیت رو داره این نقاشی رو تونسته بکشه، خب خیلی شگفت انگیزه. مثلا خود کار خانم هاجر فلاح که از این طریق مثلا خیلی کار قشنگه. ببینید زمانی که هاجر فلاح اومد در گروهی ما معرفی کردیم، شما سریع رایزنی کردی، یعنی از موزه معاصر کلید خورد، بعد رفتیم به سفارت کوبا، دیگه دیدید سفیر و کاردار و سفرهای دیگه که اومده بودن. تنها شخصی که در نمایشگاه پورتری
آقای فیدل کاسترو فقیه بودن فقط هاجر فلاح بود. صحیح. بعد دیدن ایشون توسط رئیس جمهور برزیل، رئیس جمهور خود کوبا. حالا من یه سوال پیش میاد کاسترو جان، چه راهکارهایی میشه اتخاذ شد که ما بیشتر پردازش داشته باشیم به توانمندان؟ صحیح. من از طریق اینستاگرام با خانم هاجر فلاح آشنا شدم آقای دکتر جاوید. اینستاگرام یک فضاییه که واقعا فرصت خیلی خوبی هستش برای اینکه هنرمندان یه پل ارتباطیه میخوان همدیگه رو پیدا بکنن بتونن همدیگه رو با هم آشنا بشن. من از این طریق با ایشون آشنا شدم، کاراشون رو مورد بررسی قرار دادم. یکی از کارهایی که ایشون کشیده بودن تصویر آقای مورگان فریمن بود که فوق العاده سیاه قلمه با کیفیتی بود که هر کدوم از عزیزان اینو دیدن حیرت زده شدن که کار هاجر فلاح باشه. هاجر فلاح اصلا برای کسی که شرایط عادی هم داشته باشه نمیتونه، کشیدنش براش خیلی کیفیت بالا بود. و این کار در یک جشنی در استان البرز در کرج قرار بود که سفیر محترم کوبا مهمان برنامه بودن، ولی متاسفانه به خاطر تداخل با برنامه عربستان که دعوت کرده بودن برای روز ملیشون، جشن ملیشون، تشریف نیاوردن. اون روز مبنی بر این شد که این چون قرار بود اون هدیه داده بشه به ایشون که برسه به دست فریمن، همون برنامه دنبال شد و تقدیم شد و به قدری کار کیفیتش بالا بود و آقای سفیر خوششون اومد از این کار که به پیشنهاد خودشون تصویر آقای فیدل کاسترو رو ایشون فرمودن که خانم فلاح میتونید ایشون رو بکشین و ایشون هم گفتن که میتونم و با این شرایط خاص بعد یادی هم از استادشون بکنید. خیلی زحمت کشیدن برای هاجر. بله اصلا نزدیک به 5 سال هستش که استادشون خانم قزلباش بهشون کمک میکنن و خانم فلاح خیلی از ایشون همیشه تعریف میکنن و میگن که اگه ایشون نبودن من نمی‌تونستم. و درایت زن برادرشون واقعا باید یاد کنیم. انشالله سر فرصت‌های مختلف توی برنامه مختلف میرسیم به حمایت خانواده ها. بله. که خود اون خانواده چقدر ساده با چند تا برنامه خیلی ساده، چند تا آگاهی درست از اینکه چه سرنوشتی برای بچه خواهد بود اگر که کلاسشو بره، اگر که حالا هنرشو دنبال بکنه، دیگه اون حمایتو که صورت میگیره انرژیش درست میشه. حالا ما یک سری تصاویری از این مدت ارتباطی که با بچه ها داشتیم و تغییراتی که حتی در نحوه تکلمشون صورت گرفته و اون انگیزه‌ای که داده شد. یعنی ابتدای من خودم شخصا با خانم فلاح اولین بار که روبرو شدم واقعا متوجه کلامشون نمی‌شدم. و کاخ سعدآباد کار قشنگ کردن، گلی هم که بهشون دادن به شما تقدیم کردن. من دقیقاً اونجا یه مشخصا تمام دوستانی که اون ویدیو رو دیدن متوجه میشن که کلام کاملا شیوا شده و یک اثر چندین ماهه ساده است. اصلا ما خیلی کار پیچیده. حالا چه کارهایی در آینده داری برای این بچه‌ها؟ چه رایزنی و چه سفارتایی کردی کاسترو جان؟ من از قبل با تعدادی از سفرا، به خاطر اینکه رشته من روابط بین‌الملل بوده و افتخار آشنایی با تعدادی از سفرا داشتم، یکی از عزیزانی که خیلی نگاه ویژه‌ای داشت و من رو به من تقریبا مثل استاد من آموزش داد که نگاه ویژه به افراد داره مالیات و کمک کردن به این عزیزان و هنر اینا رو در اسکیل بین‌المللی معرفی کردن، چه کمکی میتونه به تغییر زندگیشون انجام بده. آقای لودمار آگیار سفیر محترم برزیل، البته سفیر اسبق بودن ایشون، به خاطر اون درایتی که داشتن توسط آقای موئرو به عنوان معاون وزیر خارجه در حوزه تکنولوژی، توسعه تجارت، فرهنگ و مقولات نوآوری منصوب شدن. ایشون برای خیلی کمک‌ها رو انجام دادن از قبل و معرفی‌ها رو انجام دادن. جا داره که از اسمشون رو حتما من قید بکنم و دیگر عزیزان بقیه دیپلمات‌ها همه نگاه ویژه دارن، چون این نگاه جهانی هستش دیگه. هنر در مورد اون لباس بگو، تیشرت که اون امضای زیبا، اون پیام زیبای CP بیشتر دوست داریم ببینیم و بشنویم. صحیح. باز دوباره از همین اینستاگرام با تعداد دیگه از بچه‌ها آشنا شدم و ما خیلی دوست داشتیم که توی اون روزی که یعنی با خانواده ها یه گروهی درست شد و صحبت میشد که چه کاری میشه کرد برای بچه ها و تلاش شد که این تیشرتی طراحی بشه که
به آقای نیمار داده بشه توی اون بازیشون یه دقیقه حالا بپوشنشون که فوتبالیستای مختلف هم با موضوع فلج مغزی سبرال پالسی آشنا بشن و دیگه یعنی مورد توجه قرار بگیره، چون اوتیسم، سندروم دان، ای بی و حالا چه جسمی حرکتی، دیستروفی و اس ام ای، اون تفاوت‌های مختلف الان شناخته شدن. سی پی خیلی راجبش مثلا تو ایران کم کار شده، ولی خب دوستان بچه‌ها کم توان ذهنی و اینا زیادشون صحبته. بسیار من تلاش کردم که بتونم از این طریق، حالا من در کسوت مشاور بین‌المللی سعی کردم به دوستان، چون من اعتقادم اینه که هر کدوم از این بچه‌ها خودشون یک شخصیت هم حقیقی هن هم حقوقی هن، کاملا خودشون میتونن از زندگی خودشون بر بیان. ما نباید اینا رو بذاریم کنار از جامعه یا کسی به جاشون صحبت کنه یا قیمی داشته باشن. میگه آدم زندگی که وکیل نمیخواد که، خودشون باید زندگیشون، مسائل مالیشون، همه چیزشون خودشون دنبال بکنن. به این طریق خب وقتی کسی که هنرمندی هستش و شناخته شده است و هنرش عرضه میشه و عزیزان حمایت میکنن، پس این میتونه اون شرایط رو فراهم بکنه. چون خیلی مسائل مختلفی برای این عزیزان پیش میاد. پسا والدین رو داریم وقتی که میگن فوت میکنن پدر مادر، تکلیف اینا چی میشه؟ دقیقاً. حالا مسائل مختلفی که باید عزیزانی که به هر حال در کسوت وزیر بهداشت، وزیر کار، وزرای ایشون من نظر بدم. من کارم تخصصی مشورت دادن به عزیزان در این حوزه است که بتونن چجوری هنرشون رو تبدیل به عایدات مالی بکنن و خودشون هم این عایدات مالی رو من بهشون توضیح میدم که چجوری اینو به اون جایی که تسهیل میکنن برای گردشگری. خب خیلی آدما دوباره نگاه ویژه دارن، مثلا اقامتگاه‌های بومگردی هستن که خیلی تخفیف ویژه‌ای به افراد داره معلولیت میدن. پس کسرای عزیز برنامه زیاد داره، 50% برنامه زیاد داره. ان شاءالله من اگر خدا قسمت بکنه و عمری باقی باشه و دوشمون نهفته شده باشه، ما در خدمت بچه‌ها هستیم که بتونیم براشون نمایشگاه‌های مختلف در کشورهای مختلف برگزار بکنیم، آشناشون بکنیم با استادای مختلف هنر و در سطح بین‌المللی، چون روحیه‌شون خیلی عوض میشه، خیلی عوض میشه. خلق اثر داره. من خیلی خوشحالم که خانم فرزوقی محبت کردن، شما رو معرفی کردن، چون من حقیقت چند بار حالا جا داره که تمام دوستانی که به هر حال از این دوربین تریبون باشون صحبت کنم، همه عزیزانی که من بهشون هم پیام دادم و ازشون درخواست کردم، کمک کردم که شما آثار کار با اینکه دیدید و دیدین که این کار چقدر هنرمندانه هست ولی اعتنا نکردین و به هر حال به قول دوستان ببینید چه شخصی این وسط ضرر کرد. این کسی که ضرر کرده قطعا اون دوستی بوده که توجه نکرده. به قول معروف روسیایی به زغال میماند و بس. اگر صحبتی در پایان هست کسرای عزیز میبینیم و میشنویم. من امیدوارم که همه خانواده های بچه ها خودشون مشوق اولیه باشن، چون از توی خانواده که وقتی شکل میگیره اون شخصیت کانون گرم خانواده، اون شخصیتش توی کلاسش، توی جای مختلف، اعتماد به نفسی که داره، حالا اصلا معلولیتش مهم نیست. هر نوع، چون ما نگاهمون نسبت به معلولیت، اصلا معلولیت من کلام آقای جاویدپور همه جا میگم معلول رشمه کریمه که میخواد در کنار این بچه‌ها دیده بشه و پست مقام بگیره. درسته، این یه حقیقتیه. چون به چی آدم میخواد افتخار بکنه؟ یه استاد دانشگاهی، پروفسور دانشگاه مثلا بهترین دانشگاه دنیا MIT ماساچوست چه افتخاری میکنه؟ افتخارش اینه که پروفسوریه که مثلا داره مغز بچهای فلج مغزی رو بررسی میکنه و تونسته تغییراتشون رو متوجه بشه. این اون افتخار اون پروفسور هست. حالا برای ما هم که بتونیم برای در حوزه فروش آثار، تسهیل گردشگری برای افراد دارای معلولیت و مناسب سازی شهرها، هر عزیزی هر ایده‌ای داشته باشه، من دوستان محبت کنم، من اینستاگرام بفرمایید. بله، kasra.reshme.karim میتونید از این کانال با من در ارتباط باشین. من در خدمتتون هستم، هر ایده‌ای باشه من بررسی میکنم و خوشحال میشم دست همه عزیزان رو پیشاپیش به گرمی میفشارم. سپاس ویژه از کسرا عزیز، کافه خبر، کیمیا نیوز، آپارات
نه زن باش نه مرد باش، انسان باش. تا درود دیگر بدرود، شاد باشید و دیگران رو هم شاد کنید. خیلی مخلصم. کسرا جان